خب بله ما مشکل اقتصادی داریم، شکی نیست. اگر در یه موردی دقت بشه، تحقیق بشه، بیشتر این ضعف‌های اقتصادی هم به خاطر عدم حضور مردمه. اونجایی که مردم حضور داشتن این ضعف‌ها کمتر. هر بدبختی که توی این مملکت وجود داره مردم مقصرن. نابودی محیط زیست، خشکسالی، بحران اقتصادی، تورم، بیکاری، کمبود دارو، همش به خاطر کمکاری مردمه. چرا؟ چون در مواقع لازم اونجایی که باید حضور نیافتن. کجا؟ سر صندوق رأی. بستر اولیه برای رشد و پیشرفت تو این مملکت وجود داره، اما وقتی رأی نمیدیم یهو دود میشه میره هوا. وقتی که مسئولین مؤمن و پاکدست جمهوری اسلامی در یک فقره اختلاس دبش بودجه 100 سال مملکت رو میکشن بالا، معلومه که شرایط برای فراهم کردن زندگی لاکچری مهیاست، فقط باید در صحنه حضور داشت، اونم پررنگ. مانند فرزندان کتلت که در حال حاضر به خاطر حضور پررنگشون در صحنه نصف بودجه مملکت صرف میشه برای رفاه و امنیت این خانواده و برگزاری مراسم یادبود برای پدر بیخاصیتشون. آخریش هم برگزاری مراسم سمفونی قد قامت یار در سالن رودکی تهران بود که به جهت حفظ و نشر آثار سلیمانی برگزار شد. آثاری که جز ریدمان چیز دیگه ای نمیشه توش پیدا کرد. اما خب 10 میلیارد تومان از جیب ملت صرف همین جفنگ بازی ها میشه. جالب اینجاست که تا 2 روز پیش برای مراسم کتلت مداح اهل بیت می آوردن. حالا امسال معلوم نیست چقدر دادن به نصیر حیدریان، رهبر ارکستر سمفونیک تهران و گراتس اتریش با سابقه اجرای اپرا در زوریخ و مونیخ که اومده شخصا رهبری سمفونی قاسم سلیمانی رو در حضور فرزندانش و سران رژیم جمهوری اسلامی رهبری کرده. یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی در جهت عادی سازی شرایط انجام میده استفاده از شخصیت‌های شناخته شده و دعوت از اونهاست. کسانی که تعهد اخلاقی ندارن و در ازای دریافت پول هر کاری رو در جهت پیشبرد اهداف رژیم انجام میدن. به هر حال تصاویر یه همچین مراسمی تو کل دنیا پخش میشه. وقتی که یک شخصیت مشهور در زمینه موسیقی با گروهی که از خانم‌ها و آقایون نوازنده تشکیل شده و وزیروزرای مملکت هم اونجا نشستن، اونم در مراسم یکی از فرماندهان سپاه پاسداران، به ظاهر نشون میده که جمهوری اسلامی حداقل در زمینه موسیقی محدودیت ایجاد نکرده. اما در واقعیت خانم‌ها که اجازه خوندن ندارن و خواننده‌ها و هنرمندان بسیاری هم یا در زندان هستند یا ممنوع از کار شدن. ترانه‌هایی هم که اجازه انتشار پیدا می‌کنن قبلش از 100 تا فیلتر گذشته. اگه یک نگاهی به تاریخ بندازیم می‌بینیم که تمام نظام‌های توتالیتر و دیکتاتور برای عادی سازی شرایط از یه همچین روشی استفاده می‌کردن. مثلا استالین در زمان حکومت خودش نویسندگان و متفکران چپ مثل ژان پل سارتر یا سیمون دووار رو دعوت می‌کرد به شوروی که در ستایش حکومت استالین بنویسن. همچنین استالین یک روزنامه‌نگار بریتانیایی به نام والتر دورانتی رئیس دفتر نیویورک تایمز در مسکو رو با پول خریده بود و استخدامش کرده بود و اونو به صحنه‌های نمایشی از اوکراین می‌برد تا تو گزارش‌های جهانیش گرسنگی و قحطی رو شایع بخونه. میتونیم به فوتبال هم اشاره کنیم که چطور حکومت‌های توتالیتر و فاشیستی سعی می‌کردن و می‌کنن از طریق این ورزش پرطرفدار شرایطی رو نشون بدن که برخلاف واقعیته. مثل تلاش‌هایی که موسولینی رهبر فاشیست ایتالیا برای راه‌اندازی لیگ فوتبال یا برپایی جام جهانی می‌کرد. تصور موسولینی این بود که وقتی مردم سرگرم فوتبال بشن دیگه به شیوه حکومتداری توجه نمی‌کنن، به ویژه اینکه اگر بتونن به پیروزی هم برسن و پرچم حکومت فاشیست‌ها رو بالا ببرن و یه جورایی وطن پرستی رو تبلیغ کنن. یا تلاش‌هایی که ژنرال ویدلا یکی از دیکتاتورهای آمریکای جنوبی برای برگزاری جام جهانی 1978 در آرژانتین کرد. تو اون زمان طبق آمارهایی که نهادهای بین‌المللی منتشر کردن حدود 5000 نفر از مخالفین ویدلا
تو زندان و تحت شکنجه بودن. حدود 30,000 نفر هم ناپدید شدن و هرگز پیدا نشدن. تو چنین شرایطی قطعاً حکومت نظامی آرژانتین زیر ذره‌بین بود. به خاطر همین رژیم ویدلا به جام جهانی فوتبال 1978 متوسل شد. فرصت خوبی براش بود تا بتونه از اون فشاری که کشورهای دیگه، کشورهای دموکرات یا سازمانهای مدافع حقوق بشر آورده بودن، خلاص بشه. گفته میشه که بیش از 520 میلیون دلار آرژانتین برای برگزاری جام جهانی هزینه کرد که تقریباً 4 برابر هزینه دور بعدی مسابقات جام جهانی بود که تو اسپانیا برگزار شد. جالبه که استادیوم مونومنتال، یکی از استادیوم‌هایی که مسابقه فوتبال توش برگزار میشد، فقط 2 کیلومتر با مدرسه عالی علوم دریایی آرژانتین فاصله داشت که محل شکنجه و سلاخی کردن مخالفین دیکتاتوری بود. نظامیان آرژانتینی تونسته بودن یک آرامش ظاهری رو به وجود بیارن. اونا تونسته بودن یک تصویر کاذبی از این نظام رو به روزنامه‌نگاران و ورزشکاران خارجی نشون بدن، در حدی که وقتی با کاپیتان تیم ملی آلمان غربی مصاحبه کردن گفته بود در آرژانتین نظم به طور کامل حاکمه و من در اینجا حتی یک زندانی سیاسی هم ندیدم. یه نفر رو ندیدم که از کشورش شکایتی داشته باشه و یا معترض باشه. اگرچه حکومت نظامی آرژانتین تونست از این طریق یک پیروزی بزرگ سیاسی رو در عرصه بین‌الملل کسب کنه، اما در نهایت در اوایل دهه 80 سقوط کرد و رهبران اون به اتهام جنایت علیه بشریت، کشتار، سرکوب، آدمربایی سیستماتیک محاکمه و محکوم شدند. در حال حاضر جمهوری اسلامی هم سعی میکنه تا از طریق ورزش، به ویژه فوتبال، هم چهره خوبی رو از خودش به دنیا نشون بده، هم مردم داخل و سرگرم حاشیه‌های فوتبال کنه. مانند تلاشی که در جام جهانی قطر انجام داد، کلی بلیت ورزشکار رو در اختیار افراد حکومتی گذاشت، هزینه رفت و آمدشون هم پرداخت کرد تا برن تو ورزشگاه پرچم جمهوری اسلامی رو ببرن بالا. ایران آزادی داره، زنان حقوق برابر با مردان داره، همه با هم توی سازمان ها و ارگان ها از یک برابری استفاده میکنیم و هممون برابریم. Oh, he says you lie. I don't know. Who's he? I don't know. lie. حتی مسئولان جمهوری اسلامی با قطری ها هماهنگ کردند که اجازه ندن تماشاچیان با پرچم شیر و خورشید وارد استادیوم بشن. یا اون نمایش مضحک دیدار بازیکنان فوتبال با رئیسی قبل از سفر به قطر و مدح و ستایش رئیس جمهور قاتل و جنایتکار توسط بازیکنانی که در مقابل سرکوب مردم سکوت کردند و البته پاداش هم گرفتن. تیمی هم که برای جام ملت‌های آسیا به قطر فرستادن با مربیگری امیر قلعه نویی در حقیقت تیم سپاه پاسدارانه. شماره 12 این تیم هم دادن به سردار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران. میرن تو زمین بازی، بعد از پیروزی پرچم جمهوری اسلامی رو دور زمین میچرخونن تا به طور نمایشی نشون بدن مردم ایران عاشق این پرچم و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی هستن، اما واقعیت همونیه که مردم تو خیابونا شعار میدن. واقعا اگر آخوندها نابود نشن کار به جای باریکی میکشه. شما ملاحظه بفرمایید که اوضاع در چه حد خرابه. سوال پرسیدن که در ایام نامزدی، حالا فکر کنم منظورشون زمانی که صیغه چیزی خونده نشده، آیا میتوان از روی لباس ارتباط با همسر خود داشت یا خیر؟ ببین، نامزدی رو ما به دو معنا میگیریم. یکی نامزدی شرعیه که عقد کردن و زمان عقد مثلا 6 ماه دیگه میخوان برن سر خونه زندگی، این که زن و شوهرن دیگه. هیچ محدودیتی نداره، هیچ کس هم نمیتونه محدودیتی ایجاد کنه. این مال این پدر دختر گاهی حساسه، نه اون بی جهته. شرع مقدس میگه زن و شوهرن. اما اگر نامزدی به معنای اصطلاح دومی باشه که تو عرف میگن که نامزدن، یعنی فقط اسم رو هم دیگه گذاشتن همین، و الا زن و شوهر نیستن، نامحرمن. این نامحرم بودن مثل نامحرم بودن مردان غریبه و بیگانه است، یعنی هیچ فرقی نمیکنه. این آقای نامزد مثل مرد کوچه و بازار است، هیچ گونه ارتباطی با هم نمیتونن داشته باشن. دنیا داره به مرحله برج‌سازی در کره ماه و مریخ میرسه. بعد ما باید دغدغه اینو داشته باشیم که خدای نکرده در دوران نامزدی
تنمون نخوره به تن نامزدمون، اونم از روی لباس، تا عرش خدا به لرزه در نیاد. مسئولان جمهوری اسلامی که از صبح تا شب در حال لواط و اختلاس هستن، عرش خدا کوچکترین تکانی هم نمیخوره، چون با 2 تا جریمه و غسل مربوطه حل میشه. اینایی که زنگ میزنن این سوالا رو میپرسن از کجا اومدن؟ اولی بده خطر داره، دومی هم بده اختلافات و ناراحتی. اولی با زحمت دلخوره و معطلی درست میشه، عاقبتش خوب. 2 تفاهمی نیست، به هدف نمیرسه. خیلی بده، مشکلات زیاد. اولی اگر بشه خوبه، فکر نکنم بشه. 2 اگر بشه بهتره. اولی نمیشه، مشکلاتی هم داره، بده. 2 بدتر، اختلافات و ناراحتی. نسبتا خوب و راحت، آیندهش هم بهتر. اولی روابط نامناسبه، بده. 2 بدتر، مشکلش بیشتر. خانمو بفرمایید. 2 تا. اولی گرچه با زحمته ولی ضرر نمی کنید، انجام بدید بهتره. 2 هم مشکل مقاومت کنید، نسبتا خوبه. 3 اگر بشه تا حدودی خوبه. باز کردن کتاب، گرفتن استخاره و بستنش در کسری از ثانیه. یعنی اگه شما لامپ خونتون رو بخواید روشن کنید بیشتر زمان میبره. 2 تا تلفن هم اونجا دستشه، همزمان جواب میده. یه مملکت با این همه ثروت دست این نادوناست. این همه جوون تو این مملکت که کلی درس خوندن یا از بچگی کار کردن، توان این رو ندارن که یک زندگی معمولی، یک زندگی ساده تشکیل بدن. نه تفریح درست حسابی دارن، نه امید به آینده، و خیلی حتی غذای درست حسابی هم نمیخورن. اون وقت این آخوندا هر روز داره سایز گردنشون کلوفتر میشه و پوستشون شفافتر. حق ملت رو یا میکنن تو شکم خودشون و کس و کارشون، یا خرج یک مش تروریست آدمکش میکنن. خونه‌ای که مشاهده میکنید در مرکز نوار غزه متعلق به مروان عیسی، یکی از رهبران گروه تروریستی حماس و عضو دفتر سیاسی و نظامی این گروهه. اونا اون طرف به لطف جمهوری اسلامی تو ویلاهای لاکچری زندگی میکنن، اون وقت برای ما میرن عکس کتلت رو روی سرامیک چاپ میکنن میدن دست ملت که به درد مسترا هم نمیخوره. ابو مهدی ابو مهدي اكو هو استشهدوا قاسم سليمان ما عندكم ما تبيعون شهيد قاسم سليمان وابو مهدي لو بس قاسم ابو مهدي اريد ابو مهدي وقاسم تو مو مثلهم استشهدوا سوا بس بالعراق شهداء ذابحين روحهم ماكو. البته شاید برای درمان یبوست مفید باشه. از اونجایی که یه فیلم در آخر همین ویدیو گذاشتم که مستندیه به اسم زن در عصر رستاخیز که در دهه 50 ساخته شده، قبلش بریم چند تا ویدیوی کوتاه از حق و حقوق زنان در زیر سایه جمهوری اسلامی ببینیم و برگردیم. یک روایت رو من از پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم تقدیم میکنم به همه خواهرانی که خانه‌داری میکنن، فرزند پروری دارن، در داخل خانه مشغولن و کانون خانواده رو گرم نگه میدارن، تقدیم میکنم. خیلی قشنگه. روایت های زیادی داریم. یک روایت اینه که اگر زنی 7 روز خالصانه برای اعضای خانواده خودش خدمت کنه، برای شوهرش خدمت کنه، بچه‌هایی که در اون خانه داره تربیت میشه خدمت بکنن، خداوند متعال 7 در جهنم رو به روی او میبنده و 7 در بهشت رو بر روی این زن باز میکنه و روز قیامت خطاب میشه از هر کدوم از این درهای بهشت میخوای وارد بهشت شوی وارد شو. این خیلی مهمه. مرد شما هم حق داره، حق معنوی داره. یکی از حقوق معنوی مرد بر گردن زن که مهمترین حقم هست اینه که شما
تحویلش بگیری، شما ازش اطاعت کنی، بدون هماهنگی او کاری که دوست نداره انجام ندی. خداوند فرمود فالصالحات قانتاتون، زنان صالحه قانتند. قانتن یعنی مطیعند. مطیع کیان؟ مطیع مردشون. یک، نق نزنید، قر نزنید. نق و قر آرامش مرد از بین میبره، رو سیستم عصبیش اثر میذاره، کلافش میکنه، دچار استرس میشه. تو رو خدا اینا رو دق ندید خانما، آرامششون رو نگیرید. دو، رو ترش نکنید، اخم نکنید. و خانمای محترم توقعاتتون رو کمتر کنید. توقع زیادی زن آرامش مرد از بین میبره. خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها عرض کرد علی جان من از خدا شرم میکنم از تو چیزی رو بخوام که در توانت نیست. شما پیرو زهرای اطهر هستی. خدا میداند طوفان آخر زمان خیلی چادرها رو باد برد، خیلی حجابها رو باد برد، خیلی حیاها رو باد برد. زن کی اینقدر جسور بود نسبت به شوهرش؟ اجازه ندی خانمت بی حیا بشه، اجازه ندی خانمت بی نماز بشه، اجازه ندی خانمت بی حجاب بشه. مسئولی خانم، مسئولی. به شوهرت برسی، به قول موسی بن جعفر مسئولی. چشم و گوش شوهرتو اشمام کنی. قضات دادگاه انقلاب اسلامی هم بر اساس همین چرندیات برای مردم حکم صادر میکنن. یعنی یه خانومی اگر بره دادگاه از همسرش شکایت کنه به خاطر ضرب و جرح، قاضی اول ازش میپرسه که آیا شما به عنوان یک زن وظایفتون رو نسبت به شوهرتون انجام میدین یا نه؟ قضا میپذی براش؟ مطیعش هستی یا نیازهای اولیه‌ش رو برآورده میکنی یا نه؟ حتی برای شطور. لذا دین اسلام، رسول بزرگوار اسلام که خودشون چقدر درس میدادن توی این قضیه مسائل جنسی و خودشون چقدر عامل بودن. رسول بزرگوار اسلام فرمودن اگر مرد خانم مسلمون ابراز نیاز کرد، روایته، حتی روی شطور به او جواب بده. خب بله، البته الان شطور تو خیابونای مشهده، خب نه، آلا زانتیا ماکسیما. آقا پراید نداری؟ پراید که داری. آخه بابا این شطور، خب بابا میریم بعد توی مثلا خونمون، آخه میریم به موقعیت مناسب. خب داستان همینه دیگه، داستانیه که این آقا الان احساس نیاز داره، این نیازه باید برآورده بشه. اینها هستند چند نمونه از احکام 1400 سال پیش که جمهوری اسلامی در قرن 21 برای شهروندان پیاده سازی کرده تا اونها رو به سعادت و خوشبختی برسونه. یعنی اگر سرعت ماشین پیشرفت کشورهای غربی رو 50 کیلومتر در ساعت رو به جلو در نظر بگیریم، ماشین پسرفت جمهوری اسلامی با سرعت 500 کیلومتر در ساعت رو به عقب بدون توقف. پیشنهاد میکنم که این مستند رو حتما تماشا کنید و مصاحبه ها و تصاویر کمیابی که در اون هست رو از دست ندید. مرسی که با من همراه بودید. به امید آزادی ایران و نابودی رژیم جمهوری اسلامی. تاریخ مکتوب شده 2500 سالی ایران غالباً نشان دهنده نقش مهم زنان در سازندگی سرزمین خود بوده است. تاریخ از سرگذشت زنان بزرگی حکایت می کند. زنانی چون آذرمیدخت و پوراندخت، دو ملکه ایرانی، و نیز از این که چگونه زن و مرد شریک کامل زندگی بوده و به تساوی از بسیاری امتیازها برخوردار بودند. پس از حمله اعراب به این سرزمین، سرنوشت زن ایرانی دستخوش تغییراتی بس بزرگ می شود. این دگرگونی در نتیجه دین اسلام نبود، بلکه ناشی از رسومی بود که بر ایران تحمیل می کردید. زن ایرانی از این پس در پس پرده نگهداری می شد، در ظلمتی همیشگی، بدان گونه که حتی شرکتشان در هر گونه مجالس عمومی ممنوع شناخته شد و فقط میبایستی در کنج منزل نگهداری شود. با نفوذ دیگر کشورهای بیگانه و ضعف رهبری تنی چند از شاهان ایرانی، سرنوشت زن در این سرزمین طی چند قرن به ورطه نابودی کشانده شده بود. 17 دی ماه 1314 رضا شاه کبیر پایه‌گذار ایران نو
طرح کشف حجاب را به عنوان یک اقدام اساسی برای پیشرفت زن ایرانی به مورد اجرا قرار می‌دهند. 8 اسفند 1341 به فرمان مبارک شاهنشاه آریامهر به زنان اعطای حقوق سیاسی داده می شود. از این پس تساوی کامل حقوق زن و مرد از ارکان اصلی منشور انقلاب شاه و ملت به شمار می آید. هنگامی به زن ایرانی و زندگی و سرنوشتش می اندیشم، او رو می بینم که در روزگار هخامنشی و ساسانی به داوری نشسته، پیشوایی دین میکنه، بر کران تا کران دریاها به سالاری ایستاده و نیز به شهریاری رسیده. نامش زن زندگی بخش، کدبانو، مادر و همسره که همه گویای پایگاه بلندش در فرهنگ باستانه. پس از رخدادهایی در ایران زمین و چیرگی تازیان و بازماندگان آنها، زن ایرانی توان فرهنگ آفرینی خودش رو از دست داد و باورهای ناروایی او رو از میدان زندگی به در کرد و از آموختن آموزش دورش کرد. با پایمردی شاهنشاهان پهلوی فرهنگ از دست رفته کهن بازیافته شد. زن ایرانی آموزش دیده، ارج یافته، از تنهایی و افسردگی سدها بیرون آمد و نیرومند و توانا به کار ساختن خانه و کشورش پرداخت. به عنوان یه جراح زنان من خیلی کارم رو دوست دارم و یه رابطه خیلی خوبی با مریض هام دارم، از نظر اینکه به هر حال یه خانمی هستم، میتونم حرف خانم ها رو بهتر بفهمم و با هم خیلی خوب تا میکنیم به اصطلاح. ولی البته مسائلی هم دارم در این بین و اون این هستش که گاهی اوقات متاسفانه خانم ها خودشون همدیگر رو قبول ندارن، به ترتیب اینکه فرض بفرمایید وقتی که صحبت یه عملی پیش میاد، یه خانمی مدت ها با آمده توی مطب با آدم یا با آدم تماس داشته و بعد وقتی که صحبت عمل میشه میگه خانم شما خودتون عمل میکنین، مثل اینکه هنوز نمیتونه قبول بکنه که یک خانمی هم میتونه عمل بکنه و عملش هم به همون خوبی باشه که یک آقای میتونه عمل رو انجام بده یا جراح باشه یا هرچی. و من فکر میکنم که یک خانم ایرانی وقتی واقعا میتونه به اون آزادی ها، به اون حقوق، به تمام اینها برسه که بتونه یک فکر روشنی، یه فرهنگ بهتری داشته باشه و مسائل رو بهتر درک بکنه و بعد وقتی به اینجا رسید حتما خودش هم خودش رو قبول میکنه، هم جنسهاش هم قبول میکنه و بنابراین مسئله نیست.
در سال 2531 ما شروع به کار کردیم. به اوایل کار خیلی ها معتقد بودن که ممکنه مشکلی به وجود بیاد. این مشکل رو شاید هم داشتیم، ولی من معتقدم که بیشتر از آقایون نبوده. من فکر می‌کنم در چند مورد شاید ما یه اشکالاتی داشتیم که به علت اینکه یه گروهی از خانم‌ها هستیم باش مواجه شدیم، ولی در حدی نبود که ما رو از برنامه خودمون منصرف بکنه. این شاید برای موقعیت خاصی بود که اون موقع به وجود اومده بود. از خانم‌ها خیلی حمایت می‌شد. به حمایت خیلی ارزنده داشتیم ما از خیلی دستگاه، به خصوص از عالیحضرت شهبانو در این موقعیت واقعا خیلی به ما کمک شد. به شاید یکی از علل اصلی هم همین موضوع بوده. البته باید گفتش که اجتماع هم خیلی آمادگی پیدا کرده بود برای فعالیت‌های خانم‌ها و این خیلی کمک می‌کرد به شروع کار ما. به واقعا هم این مشکل نمیشد گفت. این مشکلات تو اروپا و امریکا هم وجود داشت. خانم‌ها سر ساختمون که میرفتن معمولا اشکالی داشتن. من فکر می‌کنم حتی در ایران بهترم بود. خیلی از ممالک اروپایی و امریکا رو من میدونم که مشکلاتی که خانم‌ها دارن در کارهایی که مربوط بوده همیشه به آقایون بیش از مشکلاتی است که ما در ایران الان داریم.